تو این پست بهترین و خوشبوترین ادوکلون‌های ادویه‌ای رو بهتون معرفی میکنم. همونطور که میدونید ادوکلون‌های مردونه و زنونه از ترکیب صدها ماده مختلف تشکیل میشن که تعدادی از اونها مواد ادویه‌ای هستن. این مواد تو 3 گروه بویایی شرقی ادویه‌ای، معطر ادویه‌ای و چوبی ادویه‌ای بیشتر استفاده شده که اکثر ادوکلون‌های اون مردونه هستن. اگر با موادی مثل دانه تونکا، کاکائو و انواع گل‌ها ترکیب بشن، شرقی ادویه‌ای هستن که ادوکلون‌های معروفی مثل کالان مارلی، توباکو وانیل تامفورد و بدگوی کارولینو هررا تو این گروه بویایی قرار دارن. اگر با انواع گیاهان معطر مثل زیره، نعنا و وتیور ترکیب بشن، معطر ادویه‌ای هستن مثل ادوکلون‌های پنهالیگون رادکلیف، تامفورد نوی و کازوموراتی فیرو. و اگر تو ترکیباتشون از انواع چوب‌ها استفاده بشه، چوبی ادویه‌ای هستن که 3 ادوکلون تامفورد توباکو اود، آمواج هانر مردونه و کرید رویال اود این سبک بویایی رو دارن.